ماریجوانا. از درمان دردهای مزمن تا تهدید سلامت روان، بررسی علمی با استناد به منابع معتبر. سلام بر مخاطبان فریخته. دکتر قاسمی هستم از کانال شفامد. امروز به بررسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پزشکی میپردازیم: ماریجوانا. این گیاه هم به عنوان یک داروی تسکین دهنده شناخته میشه و هم به عنوان ماده‌ای با عوارض جدی. تو این ویدیو با استناد به جدیدترین مطالعات علمی 5 فایده پزشکی و 5 خطر اون رو مرور میکنیم. با ما همراه باشید. بخش اول: 5 فایده پزشکی. فایده شماره 1: کاهش دردهای مزمن. بر اساس مطالعاتی که در سال 2022 در مجله پین انجام شده، 2 تا ماده CBD و THC که جزء ترکیبات ماریجوانا هستند، با تاثیر بر سیستم عصبی مرکزی در کاهش دردهای مقاوم به درمان مانند دردهای ناشی از انواع سرطان با آرتریت روماتوئید یا همون روماتیسم مؤثرند. البته این استفاده حتما باید زیر نظر پزشک باشه. مورد بعدی: کنترل تشنج در سر. داروی اپیدیولکس که حاوی CBD نخستین دارویی که در سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده و مبتنی بر ماریجوانا است. طبق مقاله چاپ شده تو مجله پزشکی نیو انگلند در سال 2023، این دارو تا 40%، دقت کنید 40% عدد بالاییه، این دارو تا 40% از تشنج‌ها رو تو بیماران مبتلا به سر مقاوم کاهش میده. فایده بعدی: بهبود اشتها توی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی. تحقیقاتی که در سال 2022 در مایو کلینیک آمریکا انجام شده نشون میده ماریجوانای پزشکی با تحریک اشتها از کاهش وزن شدید در بیماران تحت شیمی درمانی جلوگیری میکنه و کیفیت زندگی اونا رو بهبود میبخشه. فایده شماره 4: خاصیت ضد التهابی. مطالعاتی که در سال 2023 در مؤسسه ملی سلامت آمریکا انجام شده تایید میکنه که CBD موجود توی ماریجوانا با مهار تولید مواد التهابی در درمان بیماری‌های مانند آرتریت روماتوئید یا همون روماتیسم و التهاب سایر نقاط بدن نقش داره. فایده شماره 5: کاهش اضطراب با دوز کنترل شده. البته بر اساس پژوهشی که تو سال 2021 توسط دانشگاه جان هاپکینز آمریکا انجام شده، THC موجود توی ماریجوانا در دوزهای پایین ممکنه اضطراب رو کاهش بده. اما توجه کنید مصرف بیش از حد نتیجه معکوس داره و اضطراب رو تشدید میکنه. بخش دوم: 5 خطر جدی ماریجوانا. خطر شماره 1: آسیب به رشد مغزی نوجوانان. مطالعه‌ای که در مجله لانست در سال 2023 انجام شد هشدار میده که مصرف منظم ماریجوانا در افراد زیر 25 سال با اختلال در رشد مغز، کاهش ضریب هوشی و نقص در حافظه کوتاه مدت مرتبطه. مورد بعدی: افزایش ریسک مشکلات قلبیه. انجمن قلب آمریکا در سال 2022 گزارش میده مصرف زیاد ماریجوانا ضربان قلب رو تا 50% افزایش میده و خطر آریتمی قلبی و سکته قلبی رو در افراد مستعد بالا میبره. مورد بعدی: وابستگی روانیه. سازمان جهانی بهداشت یا WHO در سال 2023 اعلام کرده 9% مصرف کنندگان بزرگسال و 17% نوجوانان به ماریجوانا وابستگی روانی پیدا میکنند که چیزی که خیلی مهمه اینه که ممکنه به مصرف مواد قوی‌تر منجر بشه. خطر شماره 4: کاهش بهره‌وری شغلیه. مطالعه‌ای که در سال 2021 در دانشگاه هاروارد انجام شد نشون میده مصرف طولانی مدت ماریجوانا با کاهش انگیزه، تمرکز و بهره‌وری در محیط کار همراهه. خطر شماره 5 و آخرین خطر: افزایش ریسک روانپریشی یا اسکیزوفرنی. تحقیقاتی که تو سال 2023 در دانشگاه کینگز لندن انجام شد حاکی از اونه که مصرف سنگین ماریجوانا خطر ابتلا به اسکیزوفرنی یا روانپریشی رو در افراد دارای سابقه ژنتیکی تا عدد خیلی بالای 50% افزایش میده. همونطور که دیدید ماریجوانا یه شمشیر دولبه است. استفاده از اون تنها در شرایط پزشکی و با تجویز پزشک مجازه. هر گونه مصرف خودسرانه به ویژه در نوجوانان ممکنه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. اگر سوالی دارید یا نیاز به جزئیات پژوهش‌های ذکر شده دارید در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. با سابسکرایب کانال و فعال کردن زنگوله از ویدیوهای علمی ما جا نمونید. سپاس که دانش را با ما دنبال میکنید.